من میدونم نوبت من رسیده. پدرم، پدر بزرگم و برادرانم همگی به همین شکل مردن. من اینجا هستم تا شما بفهمید چرا. سیلوانو در بیمارستان بستری شد. ماه‌ها بیدار موند. او وارد وضعیتی شد که پزشکان رو شوکه کرد. بیداری کماگونه. او در حالی که ایستاده بود رویا میدید. دستهاش رو تو هوا تکون میداد، انگار داره کلاهش رو مرتب میکنه یا نان میبره، در حالی که چشمانش کاملا باز بود. پزشکان قوی ترین داروهای بیهوشی رو به او تزریق میکردن، اما مغز او برده بیداری بود. او ذره ذره ذوب شد، وزن کم کرد و قدرت تکلم را از دست داد. اما تا آخرین لحظه هوشیار بود و با نگاهش از پزشکان می‌خواست که حقیقت را پیدا کنند. در سال 1984 بعد از ماه‌ها بیداری، سیلوانو چشمانش را برای همیشه بست. او بزرگترین هدیه‌اش را به علم بعد از مرگش تقدیم کرد که مغزش بود.